جهان با کسب من زیباست. جهان با کسب من زیباست. باز یک آزمونی دیگر برای بچه های خوب و ایجادکار. رسمی کسب آینده خود را بکشید و در آزمون اشتراک کنید. افضلیت، نگاه ایجادکارانه. تماس 918 53 06 56. درود بر عزیزترین هایی که بیننده این نوار هستند. امیدوارم که خوب و خوشحال هستید. بسیار زیاد خوش آمدید به صفحه تئاتر کارمدام در یوتیوب. از نوارهای قبلی این صفحه ما امیدوارم که شما آگاه هستید که ما آزمون اعلام کرده بودیم زیر عنوان جهان با کسب من زیباست. در این آزمون بچه‌های خوب مکتب‌ها با تصویری کسبی که آینده انتخاب میکنن شرکت کرده بودن. امیدوارم که ایشون هم ما رو فعلا میبینن و به این آزمون 90 خواننده مکتب شرکت کرد که من تشکر میکنم از ایشون. دستشون در نکند که شرکت کردن. و قبل از این که نتیجه اعلام کنم میخوام چند هدف‌هایمان از برگزاری این آزمون براتون بگم. هدف از اعلان کردن این آزمون اولا بگم که هدف اصلی ما معین کردن مهارت رسامی بچه‌ها نبود. خب ما چی می‌خواستیم از این آزمون؟ یک قولی بسیار مشهور است که میگن تفکر چتری نجات است. تفکر مثل زانتیک است. تفکر انسان مثل زانتیک است. شما ببینید اگر انسان زانتیک در هوای بارانی نکشد، اگر همین زانتیک باز نشود برای انسان فایدهش نیست. تفکر انسان هم تا کشاده نشود، تا باز نشود، انسان دچار مشکل میشد. دیگر مثل کارتوشکایی که پوسیده برداشته میگردد در سرش. ما خواستیم که ذهن بچه‌ها باز شود، کشاده شود. ما خواستیم که تفکر بچه‌های مکتب خوان کشاده شود، فکرشون فعال شود. من می‌دونم شما هم آگاه هستید، شما هم می‌دونید که امروز بچه‌هایی که صف 11 میخوانند حتی وقتی که مکتب تمام میکنن در انتخاب کسب در چهارراهه انتخاب کسب رهگم میزنن. مثلا صف 11 هستن نمیدونن که کی میشن، صف 10 هستن نمیدونن که آینده کدام کسب انتخاب میکنن. ما خواستیم بچه‌ها بر وقت‌تر این کسبی که انتخاب میکنن این چیزا براشون معین کنن که آینده کی میشن. هدف اصلی ما از اعلام کردن این آزمون این بود که بچه‌هایی که شاید صف 5 یا صف 6 یا صف 7 میخوان، بچه‌های مکتب خوان بر وقت‌تر برای خودشون معین کنن که کی میشن و به همین سمت موافق کتاب خوانن. هدف دوم این است که تئاتر کارمدام میخواهد بچه‌ها رشد کنن، فکرش فعال شود. من قبلا هم گفتم تفکر چتر نجات، تفکر زانتیک یا تفکر مثل پاراشوت. اگر پاراشوت باز نشود انسان دیگه میافتد، فوت میکنه. اگر ذهن انسان هم، اگر تفکر انسان هم گشوده نشود انسان حتما دچار مشکل میشه. و این هدف دومی آزمون بود که میخواستیم بچه‌هایی که هستن اینجا باید رشد کنن، تفکرشون، فکرشون فعال شود، کامپیوتری سرشون دیگه فعال شد. خلاصه خب بعد هدف سوم آزمون این بود که تصویر کرده توانستنی آن کسبی که میخوان انتخاب کنن. یعنی هر چیزی که درون انسان هست باید با کیم کدام راه بیرون شود. یک نفر با واسطه سرود بیرون میکنه، یک نفر با واسطه مثلا شعر بیرون میکنه. خب این دفعه ما خواستیم که بچه‌ها توسط کشیدن، توسط تصویر کردن باید بیرون کنن هر چیزی که در باطنشون هست. من صادقانه میخوام اعتراف شوم که زمانی که میخواستیم آزمون جمع‌بستی کنیم خیلی عذاب کشیدیم راستی. چون بچه‌هایی بودن که صف 2 میخواندن و بچه‌هایی بودن که صف 7 و 8 میخواندن که در این آزمون شرکت کردن و خیلی برایمون این چیز مشکل بود انتخاب رسمی بهترین یا انتخاب محصول کاری بهترین. چون ما زیاد میخواستیم که عدالت اجتماعی رعایت شود. تا آن دمی که توانستیم سعی و تلاش کردیم، کوشش کردیم که عدالت از بین نرود و من امیدوارم که بعد از اون که من اعلام میکنم که جای اول، که جای دوم، که جای سوم،
امیدوارم که ما صادقانه رفتار کردیم. امیدوارم که عدالت از بین نرفت. جهان با کسب من زیباست. در این آزمون 90 خواننده شرکت کرد با پیشنهاد 250 رسم، 250 محصولی کار، 250 کار و که من از ایشان تشکر میکنم. دستشان در نکند که در این آزمون شرکت کردن و هر چقدر که میتونیم هر عزیزی که شرکت میکند در آزمون هایی که تئاتر اعلام میکند از جانب تئاتر قدردانی شود. ما احترام میگذاریم به هر نفری که در آزمون های تئاتر شرکت میکند. هر عزیزی که یک قدم ما طرف تئاتر، ما تلاش میکنیم 2 قدم یا 3 قدم دیگر طرفشان مانیم. هر عزیزی که دست دراز کرد طرف تئاتر با محبت دست دراز میکنیم، دوستی میکنیم. من از اون بچه های خوبه که در این آزمون شرکت کردن دعوت میکنم فردا شروع از ساعت 9 تا 14 منتظرتون هستیم. بیایید تئاتر، ما براتون تحفه آماده کردیم و امیدوارم که سالی نوی که میخواید پیشواز گرفتن همراه با تئاتر کارمدام یک جالبیت دیگر هم دارد امسال. جهان با کسب من زیباست. میخوام نام اونهایی را گویم که در این آزمون زینه های یکم، دوم، سوم صاحب شدن. جای اول نصیب خواننده صنف 5 مکتب رقم 1 مروارید علیزاده شد. جای دوم ریحانه روزی و خواننده خوب مکتب رقم 1 و جای سوم نصیب شاهین قادرов یک خواننده از مکتب رقم 20. جهان با کسب من زیباست.
از همه آنهایی که در این آزمون شرکت کردن صدقاً سپاسگزاریم. امیدوارم که سالی نو واقعا سالی مبارک باشد، سالی رشد باشد و 365 روزی موفقیت همراهتان باد. خوشرازیتان، خوشبختیتان، دارای موفقیت بودنتان آرزوی من است. امیدوارم که در آزمون‌های بعدی هم شما شرکت میکنید و تئاتر کنبدام آرزومندی رشدی همیشگی شما است. خیلی ممنون. تئاتر کنبدام همراه رشد